aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun? Kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? مادر او را در دیار غربت تنها مانده بیایم. اجازه بده که باشه عروس. اگر جنازه را اینجا بیارین، تهمت که به پیشونی آزادم نوشته شده همگی خبر میشن. شما تشویش نکنین، هرچی لازم باشه انجام میدم. گریه نکو عروس، گریه نکو. تو یک بار اونجا برو، شاید آزاد نمورده باشه، شاید زنده و سلامت او را اینجا بیارین. خانزه شناسنامه آماده شدن رفته میتونیم. با خاطری کار کردن نمیتونیم. کمک رو بلندش کنیم. تحمل کردن نمیتونه در از بین میره خانسه. به شفاخانه میبریم. کمک کن، عجله کن. بله هارون، ما چند روز از این شهر میرم و تعقیب ملکه ادامه بده. چی میکنه، کجا میره، همراه کی ملاقات میکنه ببین. خسته شدیم از او استاد. دیگه کدام کار نداریم که او را تعقیب میکنیم. مار هر جایدن به قابل ما پیدا میشه. با دیدن چهره زیبایتونه، با دیدن دختر خود میایه. تو همه قسم فکر کن. دختر خود بهانه میکنه، اصلا نقشش دیگه چیز است. تو میخوایی چی بگویی ها؟ مردم بین خود میگن نشنیدی؟ میگن هر بیگانه دی خانه راه یافته. هوش کنی بارا دیگه بالای ملکه گپ نزنی. اگه او زبانت از حلقت میکشم، فهمیدی؟ حالا برو خانم کاکای مسدا کن. اگه آماده است که بریم.
بسیار دردارم بیادر. مواد بتی برم. پول نشان بده. پول. بگی بیادر تمام پولمی است. هیچی از احمق. تو یک کرمانی هستی هیچ برات نمیزه با فامیلی. بیادر بار دیگه دو چندش میتونم اما ای بار احمق است لطفا. برو لوده. مارا در جنجال نانداز. برو گم شو. بله، نیم ساعت بعد در باغچه چای بیا. باید با هم گپ بزنیم. من میفهمم که امروز تو احمق چی کنم. دیدن او حالت به زهرا هیچ خوب نشد. حالا درباره من فکر خواد کرد. ملکه جان تو یک بار از این قاچاق برای نجات پیدا کو. با زهرام خوش میشه باور کو. من از او آدم چطور نجات پیدا کنم؟ چطور میتونم قدر پول بپردازم؟ من میرم کمرای یک بانک گپ بزنم اگه قرض گرفته بتانم. جانم زنده باشی. اما اگه نتن تا امروز ما با هیچ بانکی ارتباط نداشتیم ملکه جان. کدام دوستی هم ندارم. بالاخره من یک دکتر هستم که ماش میگیرم. اگه به من قرض ندن پس به کی بتن؟ راست میگی. ما مجبور هستم یک کار کنم. تا آمدن آزاد یک مقدار قرض خودم میپردازم. بیاز وقت او آمد کلش یک جا میپردازیم. ملکه جان قرض هیچ مهم نیست، اما امکان داره آزاد دیگه نیایم. میفهمی متنیست؟ زینب لطفا، تا هنوز هیچ چیز معلوم نشده، نامو گرفته نشده. من میفهمم آزاد پس میایه. میفهمم. او میایه. من از دعاهایتان فراموش نکنه. انشالله دخترم، انشالله. خداوند رایتان آسان بسازه. آمین. برین پیش رایتان خوبی. زنده باشید. بچه متوجه خود باشی. خدا حافظ خان صاحب. کجا بودی دخترم؟ پیش مادرم. چرا به گپم گوش ندادی؟ اگه کسی خبر میشد. بیزوکالگی عصبانی هستن. از نبودنت خبر میشن. گفته بسیار ترس. من مادرم میدیدم. خاله فاطمه معذرت میخوایم. بر صورت با اتاق خود برو. بار دگام خوش کنی بی خبر بیرون نشی. خداوند سفرشان آسان بسازه. بیا دخترم. من در بازار کمه کار دارم. چی کار داری دختر؟ یک عروس نو در بازار چی کار داشته میتونه؟ درباره خانه کهنه است. بیا زود دیر نمی کنم. زود رفته پس میایم. درست است. وقت ضایع نساز و زود بیا. تشویش نکنین مادر جان، زود میایم. اگه پول ما در وقتش نپردازی، بلاهایی که سر تو و دخترت میای مسئولش تو هستی. گفته باشم.
دلش از دست ما است. تمام مشکلات به خاطر من سر مادرم آمد. باید به او کمک کنم. پس زبان خارجی هم بلد هستین؟ فعلا ضرورت نداریم اما و فکر توسعه کار هستیم. او وقت همکاری کردن میتونین؟ البته که میتونم. من تمام کارهای اداری را پیش بردن میتونم. چی وقت شروع کردم میتونم؟ هم با کامپیوتر آشنایی دارین و هم به زبان خارجی بلد هستین. و همی که اقدر زیبا هستین. و شما چطور نگفتم میتونم؟ میبخشین، من هدفتان را نفهمیدم. به زیبایی من چی ربط داره؟ زیاد فکر نکن جانم. اگه چیز رو نمیفهمیدی برات وظیفه میدادم. شما وظیفه میدین، اما من همراه آدم مثل شما کار نمیکنم. خاله فاطمه، من همیال باید عاجل بیرون برم. لطفاً برام کمک کنین. دخترم تو باز چی نقشه داری؟ خاله فاطمه لطفاً من باید به مادرم کمک کنم. اما نوجین مادر برات اجازه نمیده که بری. میفهمی که امروز بسیار پریشان است. شما اینجا درباره چی گپ میزنین؟ تو خود کدام کار دست نمیزنی؟ فاطمه را خوبان که کار خود کنه. خانم هدیه ازم پرسید که کمک کنم یا نه. با هم گفتم لازم نیست. چطور گذشت؟ با کار نگرفتنت؟ اونا گرفتن اما من قبول نکردم. به خاطر چی؟ مهم نیست زینب، یک جای دیگه کار پیدا میکنم. درست است. پس بیا که کار بانک حل بسازیم. کجاستی بچه؟ هیچ به تشویش نشدی؟ که نوجین مادر کلان ما چی شده؟ تشویش کردم مادر، اما خبر خوش شنیدم. خداوند شما را از سر ما کم نسازد. مادر کلان، اگه اجازه بتین دستتانم میبوسم. هرچی بخواین انجام میتون. نوجین مادر! نوجین مادر، بلند شوین. نوجین مادر، بیدار شوین. بخیزن لطفا. درست است مادر کلان، تحمل کنن کم مانده. درست است، ما خوب هستیم. آزاده من نمیخوایم مثل پدرت بدبخت شوی.
قلب من نسوزان، قربانت شوم. به خانه خود برگرد بچه. خداوندا تو در هر کار توان داری. تو نواسی ما برم ببخش. من کجا هستم؟ در شهر عراق داخل شفاخانه هستی. علی بیادرم. تشویش نکن، بیادرت خوب است. او امین جاست. میخوایم ببینمش. صدایت نکش. تو دیگه آزاد کرمان نیستی. همه فکر میکنن مردی. دیگه قسم از شرشان نجات یافتن نمیتونستیم. دزدیم وقتی تو خوب شدی از مرز گذشته به ترکیه میریم. علیام نجات یافت. به نام دوران کسی آمده او را برده. حتما نجات یافته. دوران تمامی کارا به خاطر او شد. ما باید به علی خبر بدم. باید به علی خبر بدم. صبر کن، نمیتونی بلند شوی. دزدیم نمیفهمی که او کجاست. ای دوران دیگه کی است؟ دشمنتان است؟ بچه کاکایم است. بچه کاکایت ها؟ به جای نگفتن که بیادرم دشمن شده میتونه. من باید با ملکه زنگ بزنم. گفتم امروز حل میسازیم. امی که زنگ زدن برات خبر میدم. زینب با زودترین فرصت قرض خودم میپردازم، اما یه احسانت فراموش نمیکنم. خواهش میکنم جانم، حق خدا برات میبخشم. مالا باید شفاخانه برم، ناوقت میشه. تو کجا میری؟ من چند ملاقات کاری دیگه دارم زینب. درست است. بله. خان صاحب، همراه دکتر یک جای با بانگ آمدن. حتما به قرض گرفتن آمدن. درست است، اما توجهش می باشم. تو با کار خود ادامه بده. چشمت ازش دور نسازی. چه قرار دیگه مونده؟ کم مانده خانم کاکا. چند دقیقه بعد میرسیم. نقش تو فایده نداره. میخوایم هر چی زودتر او زن از این شهر بره. نقشه که ما دارم حتما موفق میشه. تو کم دیگم صبر داشته باش ها. من به صبر کردن وقت ندارم. باید یک راه دیگه پیدا کنیم. تو قسم رفتار کو که ملکه فکر کنه.
برش کمک میکنی و قرض او را میپردازی. بعد از او بعد از او به همگی میگی که امرای ملکه رابطه داری. درست است. باید همگی خبر شوند که او زن بد اخلاق است. درست است. نوجین مادر کلان، ما پشت الیف زیاد دق شدیم. میخوایم به دیدنش برم، البته اگه اجازه بدین. فعلا وقتش نیست. خواهش میکنم نوجین مادر، دیر نمیکنم وعده میدم. به خاطر انتخابات پدرم سری زیاد کار میکرد. حتی شبانه در چایخانه استراحت میکرد. یک بار رفته زود پس میایم، لطفاً. درست است. قرار بود هدیه به خاطر خریداری کمبودات خانه بره. امرای او برو. خواهرت دیده پس بیا. زنده باشه نوجین مادر کلان. کاندید شاروالی راشد قره به شما یک تحفه داره، بفرمایین. خانم شما بفرمایین. کاندید شاروالی راشد قره فراموش نکنین. کاندید شاروالی راشد قره. خداحافظ. کاندید شاروالی راشد قره. کاندید مستقل راشد قره. وی خانم دکترم خو اینجاست. ای به شما تقدیم است. من کاندید مستقل راشد قره هستم. انشالله همی که شاروال شده مجبور نمیشن به شفاخانه برین. شفاخانه را به خانه تان میارم، دکترم به خانه تان میارم. دلتان جمع باشه. تشکر خانم، تشکر. به یاد دارین روبرو شده بودیم. نام من آتیل است، یعنی مشاور اول کاندید شاروالی راشد قره و در عین زمان فیلسوف، مرد کار، انسان زحمتکش، انجینیر ساختمان و قایق سازی. هر نوع مشکل شما را برطرف ساخته میتونین. بفرمایین. قابل شما را نداره خانم. بفرمایین. چرا سیل میکنین؟ اونا را به ما به تیکه گرنگی میکنه خانم. اما من ایره به خانم دکتر دادم. ایلاکو میگم احمق ایلاکو. میبخشین دکتر صاحب، ما یک دانه به شما تقدیم میکنم. محترم، من راشد قره هستم. قبلا هم با هم معرفی شدیم، به یادتان است؟ دخترمان بود و آقای آتیلان بود. ما به خواست مردم خود کاندید شاروالی ساختیم خانم. انشالله بعد از این نمیمانم که هیچ اسراف شوه. اصلا خو اسراف در قانون من است. با او خاطر زیاد تقسیم نمیکنیم، با امیدی که مرا به یاد داشته باشین و رأی خود به ما بدین خانم. تشکر، روزتان بخیر، احترامات تقدیم و فراموش نکنین رأیتان بدین انشالله. بریم. خوب است اما یک دقیقه صبر کن. شماره تا نمیشه برم بتین. ولی از خدا رکت کو بچه مرکت کو. اما دکتر خانم ماندن. مناسب شما کار ندارین. چطور یعنی؟ در اعلانات نوشته بود که به کارمند زن ضرورت بله ضرورت دارم، اما مثل شما ضرورت نداریم. نفهمیدم. منظورتان از مثل شما؟ کسی نیست که از اخلاق شما خبر نشده باشه خانم ملکه. در این شهر کار یافتن براتان مشکل است. شما کی هستین که همراه من یک قسم گپ میزنین آقا؟ من همراهتون درست گپ میزنم. خانمی که با هر کس ارتباط داشته باشه و آرامش خانواده رو به هم بزنه هیچ کس برش کار نمیده. کس بالا عزت ما گپ زدن نمیتونه. فهمیدین یا نه؟ من از شما هیچ کار نمیخوایم. بفرمایید. خانم زینب سلام، من از بانک زنگ زدم. قبول شد. چه وقت پول گرفته میتونم؟ متاسفانه درخواست قرض گرفتنتون رد شد. گفتین رد شد؟ چرا؟ چی مشکل بود؟ شما شرایط قرض گرفتن ندارین. روز بخیر.
خو گفتی خواهرم اینجاست، اما اینجا خو قفل است. چند دقیقه بعد میاین. شما برین، من منتظر می باشم. از اینکه منتظر باشی همراه ما بیا که خریداری کنیم. عجله کن. ببینین آمدن. خواهر یک دانه ما. خوب شد زهرا، بعد از دیدن خواهرت به دکان بیا، من منتظرت هستم. کاندید شاروالی راشد قره در بین مردم خود است. شما کاملا مناسب به این کار هستین. یک بار کار شروع کنیم، بعدا اگه ما از شما و شما از ما خوش بودین ادامه میتیم. چی وقت کار آغاز میکنین؟ همین امروز شروع کردم میتونم. بفرمایین. گل توضیح میکنیم. پدرم میگم ما برنده میشم، ما و عطیل بیادرمون برش کمک میکنیم. رای ما از رئیس راشد است، فراموش نکنین. بسیار زیاد تشکر میکنم. الیف، خواهر جانم، ما باید حالا برم. به خاطر ای که همراه پدرم کار میکنی اوشکو که از در سایت نمانی فهمیدی. اما امیال آمدی. ما بعدن باز به دیدنت میایم. ما باید زنگ بزنم. باید همراه ملکه گپ بزنم. کی؟ ما برش خبر میتم، تشویش نکو، آرام باش. آزاد تو نباید هویت خود افشا بسازی بچیم. ما باید همراه ملکه گپ بزنم، بسیار مهم است. درست است. من میرم که یک تلفن پیدا کنم. میز خودم مناسب خود آماده ساختم. یک چند کم بوده از اونا رو نوشته میکنم به زودترین فرصت. ملکه خانم میبخشین همراه شما کار کردن نمیتونیم. چرا؟ گفتین تو کاملا مناسب ای پست هستی. کارم هنوز شروع نکردیم. امیدوار هستم در یک جای دیگه کار پیدا کنیم. درست است، اما شما چرا یک بار تصمیم خودت تغییر دادین؟ چی شد؟ دوران خانم قسم امر کردم تو نیست؟ گفته به ملکه کار نتین. کل شماها ترسو هستین. شما از قدرتمندا طرفداری میکنین. با جایی که از مظلوم طرفداری کنین پیش ظالم سرخم میکنین. اما البته که یک روز جزای خود خود دیدین، هم در دنیا هم در آخرت. تو هم به او خانه احمقت بگو که خداوند همراه ما است. مرا شکست داده نمیتونه. ما میخوایم ای را بفروشم. میبخشن خانم، من زمرد هستم، زمرد کرمان. بچه مده شفاخانه آوردن خانم پرستار. گفتن که از بین رفته. نام بچه تان چی بود؟ آزاد. آزاد کرمان. بله از خدا برم خبر خوش بده. بگوین که بچه زنده است، بگوین نمورده. چی شده خانم کاکا؟ چی میگن؟ بررسی میکنن.
زهرا؟ مادر؟ تو اینجا چی میکنی دخترم؟ ما خریداری آمدیم مادر. یکی شما را دیدم زیاد خوش شدم. ما باید براتان یک چیز بدم. بده دخترم. ما گفتم که دختر چی شد؟ باز یک دیگه خدا پیدا کردیم؟ آزاد باید از اینجا برم. چی شده؟ تلفن پیدا تانست؟ تلفن حال کنار مانده، هر جای پلیس پشت ما را گرفتن. قبل از اینکه دگیر بیاییم باید فرار کنیم. خدا را شکر افراد ما قبلا لباس آوردن. بگیره بپوش، زود باش. اما چند دقیقه امروی مادرم گپ زده میتونم؟ بیا که بریم، راننده منتظر است. لطفا فقط برای چند دقیقه. گفتم باید بریم، زیاد ناز نکن. اگه دوران خان خبر شود که مادر تا دیدی عصبانی خواهد شد. بریم. خانم هدیه، دوران داخل است؟ نه خیر، دوران چی کار داری؟ باید امرویش گپ بزنم. عراق رفته. ای که چی وقت پس میایه هیچ معلوم نیست. اما تو منتظرش نباش ملکه. حال دوران متأهل است. یک کس دیگره به خود پیدا کن. فکر کنم کلتون دیوانه شدین. من همراه دوران چی کار دارم؟ او را دیگه نمیفهمم. اما از بچیم دور باش. نمیفهمم که تربیه خانوادگی تو چه قسم است. خدایا برم صبر بده. خداوند لعنتتان کنه. زندگی سرتان باشه خانم. خانم کاکا، خانم کاکا، بیاین اینجا بشینید. بچه آزاد من چطور این درد تو رو تحمل کنم یک دانم. او خانم هیچ شرم و حیا نداره. باز معلمم خودم میگم معلم. خدا و نوزن احمق اصلاح بسازه. بازم بدون شرم و حیا نشانی خانه از خانم هدیه میپرسه. زنکی بی تربیه. با وجوده که میفهمه خانم ها ازدواج کرده، بازم پوشش گرفته میره. مادرش بسیار یک مرد با عزت بودی، چرا این قسم یک زن با است؟ دکانش رفته و نشانی خانه ازش میپرسه. یعنی ما تا حال این قسم زن بی حیا ندیدیم به خدا. حالا من چی خواد کردم؟ این پوله چه قسم به مادرم برسانم؟ نمیفهمم چی کنم زینب. هر جایی که میرم دروازه بسته میشه. در هر جای دوران امرای مخالفت میکنه. پس درخواست قرضم به خاطر دوران رد کردن. حتما او احمق با بانک‌ها رفته، گفته بر ملکه قرض ندین. جگر خون نشو. قدرت ظالم تا یک جایی میباشه. حتما یک انسان خیرخواه برد کار خود داد ملکه. امروز در محل کاریش رفته بودم به خاطر گپ زدن، اما عراق رفته. چرا به خاطر آزاد رفته؟ نمیفهمم، شاید. زینب بسیار خسته شدیم. وقت آزاد نیست، دست پایین بسته شده، هیچ کار کردن نمیتونم، دیگه توان ندارم. تشویش نکن ملکه جان. اگه آزاد نیست من خواستم تنها نیستی. هرچی لازم باشه با هم انجام میدیم. انشالله که روزای بعدم سپری خواهد شد. درست است؟ زنده باشی خواهر جان.
باز میبینیم. ها کبرا جانم، کدام خبر تازه داری؟ درست است. پس من منتظر خبر تو هستم. امی که از چیز خبر شدی برام زنگ بزن، فهمیدی؟ خداحافظ. انشالله که زنده هستی آزاد. مادرم هوش کنی. اگه پیششان بره دستگیر میشی آزاد. پولیسا ما را زنده نمیمونن. باید از زنده بودن خبر شود. بگی که چه قسم برای ایشان است. وقتی با ترکیه رفتی باز پیش مادرت برو. دستگیر میشی. عجله کو. عجله کو. استاد ملکه، بفرمایین. من مامای یکی از شاگردایتان هستم. اگه غلط درک نکنین، خبر شدم که در یک مشکل هستین. اگه شما اجازه بتین میخوایم براتون کمک کنم. شما از کجا میفهمین که دچار مشکل هستم؟ اینجا یک قریه کوچک است. هیچ چیزی از دید مردم پد نمیمونه. ها، فکر کنم در جستجوی کار هستین. رئیس ما انسان بسیار خوبی است. اگه خواسته باشین یک بار همراهشان گپ بزنم. تشکر میکنم، اما لازم نیست. هر کس که نام دوران بشنوه از کار دادن به من منصرف میشه. به احتمال زیاد رئیس شما ممو کار خواهد کرد. رئیس ما از کسی نمیترسه، تشویش نکنه. با شما حتما کمک میکنه خانم معلم. بله. خان صاحب کجا هستین؟ منتظر باش. مرا در شهر پایین کو. خانم کاکای من به هتل ببر. به قبرستان نمیریم؟ نه خیر خانم کاکا، دیر شده، حالتتان خوب نیست. امروز کمی استراحت کن. حالا که آمدیم کارهای خودم حل بسازم. خسته نباشین. زنده باشی دخترم. خاله فاطمه، من با مادرم یک لباس خریدم، اما مرا در بیرون اجازه نمیتن. میشه شما او توفه را برش برسانین؟ البته که میرسانم دخترم. امی غذا که پخته کردم برش میرسانم. درست است؟ دلاور وضعیت برم گفته دخترم. خداوند برات کمک کنه. من تو را در این حالت دیده نمیتونم. آزاد بچه من خوب میشناسم. یک انسان خوب و جوان مرد است. وقتی که او آمد پول ازش میگیرم باز.
تو حاله برو پول قاچاقبرها را بده تا دیگه ناراحتت نسازن. بسیار زیاد تشکر. خداوند ازتان راضی باشه. قسمی که گفتم مثل فرشته به کمکم رسیدین. کسی که در داخل موتر مواد مخدر مانده بود قدیم او را پیدا کردی؟ نه خیر مادر جان، تا هنوز پیدا نکردیم، اما باید کار راننده باشه که توانسته از مرز عراق بگذره. راننده فقط مهره است. تو باید رئیسی او را پیدا کنی. دست را که سر ماشه است پیدا کنین و جزای شبتین. کارم بسیار مشکل شده خان صاحب. هیچ نمیفهمم که چی کنم. یک راه حل پیدا کنین. درست است احمق، زیاد گپ نزن. آمدم پیشت. راه حل تو اینجاست. بگه. پول. ای اجازه نامه و ای هم تکت رایت. اینا به خاطر بیرون شدن از عراق کافی است. خدا خیرتان بده. همیشه در خدمتتان می باشم. امر ما همی است که دیگه به هارمانلی نزدیک نشی. کس نباید تو را ببینه. فهمیدی؟ درست است خان صاحب. شما هیچ تشویش نکنین. درست است. خداحافظ. ای غذا را زهر کو. بیا زنوجین مادر خوب نیست. نمیخوایم به خاطر تو سرم قهر شوه. تو چی را پنهان میکنی دختر؟ هیچ. کاملا معجزه شد. از برکت ساجد خان تمام قرض خود پرداختم. هنوزم باورم نمیشه. بسیار خوش شدم ملکه. اما تو امروز هم روی آدم معرفی شدی. چطور قدر پول یک جای برات قرض داد؟ از برکت آزاد. ساجد خان آزاده خوب میشناخته. با او زیاد خوبی کده. وقت ناموره شنید خواست به من کمک کنه. گرچه بازم قرضدار ساجد خان شدم اما از شر قاچاقبران نجات یافتم. حق با تو است. باید پیشش کار کرده هرچی عاجل قرضش بپردازم. زهرا برم جواب بده. گفتم چی را پنهان میکنی؟ چرا ای را پنهان میکردی دختر؟ بسیار مقبول زهرا. ای را علی برات گرفته؟ با مادرم تحفه گرفتیم. بیا زوی قسم تکای ارزان به مادرت میزی به زهرا. حال غذایت بخو. دکترای شفاخانه گفتن که با سفر طولانی رفتن نمیتونی. تشویش نکن. ما همه چیز آماده ساختیم. یک بار تو خوب شو تو را از اینجا میگیرن. درست است؟ اما نداره آزاد. فردا و خانم تاجی که اینجا آمده زخمت تداوی میکنه. نمیشه. ما باید از اینجا برم. بر قیمت که میشه. باید با هارمانلی برم. زد نکن. زخمت بسیار عمیق است. اگه قبل رسیدن به هارمانلی بمیری چی میشه؟ ما خوب هستم. خانواده منتظرم هستن. اونا را تنها مانده نمیتونم.
ما برات میگم از بین میری. تو میگی خانواده منتظر هستن اونا را تنها مانده نمیتونم؟ چی بگویم برات؟ بسیار ضدی هستی. دستایت برکت بسیار مزه‌دار شده. نوش جانت خان صاحب. توبه توبه. علی هیچ خوب نیست قدیم. خیرت است بچیم. باز سارا چی شده؟ کاکا راستش چی؟ به کم پول ضرورت دارم. در این وقت پول چی میکنی علی؟ به خاطر بیادرام به دوستای خود غذا میتم. صحتت خوب نیست. برو استراحت کن. لطفاً کاکا قربانتان شام. به بار اول پول خواستیم. فردا حل میسازیم. فعلا برو استراحت کن. زود باش. درست است. قدیم هوش کنی که 5 کروش هم برش ندی. ندیدی که دستاش چه قسم میلرزید؟ حتما از او زهر میخره. خدا میفهمه شاید حمید موتر مواد مخدره جای بجای کرده. دلاور بیبی یک دقیقه از پیش او زن دور نیست. او خانم زیاد میخواه پیشش باشه. میگن قرض قاچاق بار خودم پرداخته. خسته نباشی دخترم. زنده باشین. دلاور، من باید به بررسی شرکت های دیگه برم. یک چند روز از هارمانلی میرم. از اینجا تو محافظت میکنی. درست است. شما تشویش نکنین. من محافظت میکنم. خاله فاطمه. ها بگو دخترم. تو فیرک به مادرم گرفتیم. چی وقت برش میرسانین؟ امی کار خانه را خلاص کنم، غذارم پخته کنم، میرسانم انشالله. ای باز چی میخواه؟ به مادر خود توفه خریده. میخواه که برش ببرم برسانم. ها دیدم. یک تکی ارزان و بدل برش خریده فاطمه. میفهمم که در خانه هستین. مادر جان چرا دروازه را باز نمی کنین؟ ای جدایی را ختم کنین. نه که من دختر شما نیستم. مادر من به شما زیاد ضرورت دارم. باز کنین دروازه را. باز کنین لطفاً. باز کنین.
بگو هارون، چی؟ چطور قرض خدا پرداخته؟ پول از کجا کده؟ چی قسم کار احمق؟ این قسم نمیشه، امکان نداره. گفتی ساجد. هارون تو حالا پیش کاکا ساجد برو، سلام ما برش برسان. بگو ملکه را از کار اخراج کنه. عجله کن. بریم خانم کاکا. بسیار تنبل هستین. کالتان باید اخراج کنم. زبانتان نه، دستایتان باید کار کنه. عجله کنین. میبخشین تو همراه اینا قسم رفتار نکنی هیچ کار نمیکنن. دلاورم میبینی که چطور از او خانم طرفداری میکنه. در بین ما فقط همون زن احمق راحت است. هیچ نمیشرمه به خدا. بله. گوش کو چی میگم. تو هنوز او خانم روان کرده نتونستی؟ دیگه منتظر چی هستی؟ داما آماده ساختیم تا که شکار گیرم بیاید. دیگه نزدیک دام شدم. ها تو هی تشویش نکن. امروز کار ختم میکنم. خوب است. مرا چه قسم نجات دادین؟ هیچ چیز به یاد ندارم. انفجارم به یاد نداری آزاد؟ خداوند ازتان راضی باش. حتما آب و دانه ما از این دنیا جدا نشده بود که نمردیم. عمرم کم مانده. قبل از آخرین نفسای میخوایم اولادای ما با آغوش گرفته اونا را بو کنم. فکر میکنی نصیبم خواد بود؟ آی خداوند از شما راضی باشه خانم دکتر. زنده باشین. شفا باشه. روز بخیر. ها گلاب جان، از اینکه تو آمدی پس وقت چای نوشیدن است ها؟ زنده باشین خانم دکتر. این بار چای نمی نوشم. پس قهوه می نوشیم. راستش ما در این روزا روزه می گیریم. امروز اول محرم است. بسیار زیاد مسئلت می خواهیم. نمیفهمیدم. بیا بشی. خانم دکتر، ما به خاطر گفتن یک موضوع مهم پیشتان آمدیم، اما نمیفهمم که چه قسم برتان بگویم. خیرت باشه. چی شده؟ در رابطه به ملکه خانم است. به نام دلاور یک آدم سرکارگری یک کارخانه است. در هر طرف مردم جمع کرده برشان میگفت که ملکه خانم هیچ انسان خوبی نیست. خانم دکتر بدتر از این میگفت که پیش دوران خانه گرفته و میخواد که زندگی او را تباه بسازه. تو چی میگه گلاب؟ بله، مردمم به این گپ باور کردن. کلگی باور کردن که ملکه خانم یک زن بد اخلاق و بی آبرو است. دوران خان و ساجد خان سلام گفت. او خانم ملکه نامی را که به کار گرفتین سر از امروز پیشتان کار نمیکنه. باز تو را دوران خان به اخراج کردن ما از اینجا روان کرده؟ هیچ کس برم گفته نمیتونه که کیر اخراج کنم یا استخدام کنم. ملکه خانم اینجا به کار خود ادامه میده. تو هم برو ایره به خان بگو. با نظر ما یک بار ساجد خان میپرسیدی. او از تو که هوشیارتر است. فعلا تمام اختیاری کارخانه در دست ما از گپت گفتی و جوابت هم گرفتی. حالا گم شو دیگه.
تشکر میکنم. تا وقتی که من اینجا باشم از هیچ کس نترس، خاطر جمع. زود باش دیگه ملکه، جواب بده. بیا دختر، برکست موتر جای نیست، تو آمده نمیتونی. قربان چاوم بیادر تو آمده نمیتونی، برو زیر پای برو، گفتم آمده نمیتونی، برو. گم شه خیره برام بار بالا شو، زود شد. داره دختره شوهر و بچه خود هلاکت نمیکنم. قربان چاوم برام بار که برام من از خانوادیم جدا نساز. اجازه بده شوهرمان بیه. راننده بفرما آقا. قربانتان شوم ساعت ما برات میتون. ای آقا و بچه شما امرای ما برا. بته که ببینم. خداوند ازت راضی باشه، صدقه چوم. بچهت بالا شو، به خودت جای نیست، برو. اجازه بده. من از خانوادیم جدا نسازید. پسی آدم امرای ما نکن. تو هم از خود دوست و رفیق و خانواده داری. این خودش با یک شکل پول پیدا کرده پیش خانوادهش خود رفت. برم بچیم نوجین مادر، چند روز میشه هیچ درست غذا نخوردین. حداقل این شوربا را خوب بخورین. آزاد من در این سن جوانی زیر خاک رفت. اگه من 2 روز غذا نخورم چیز نمیشه. چند دقیقه پیش امرایزم مرا در تلفن گپ زدم. سر قبر آزادم میرفتن. در قسمت من دیدن درد نواسه بعد از اولادایم بوده فاطمه. دوران، بیبی دوران، بوی آزادم ازش میایه. عطر بچم با خاک یکی شده. بچه ما و علی رو تنها موندی، ما رو بکس ساختی. آزاد بچه، مرا تنها مونده نرو. بخیز که خانه بریم. بخیز دیگه، بخیز. آزاد بخیز بچه، به خانه بریم. خانم کوکو، دهن که
ما در کنارتان هستیم. علی است، ما هستم. با زودی صاحب نواسه میشین. گریه نکنین. بخیزید. خونریزی دارم. ببینم هیچ خوب نیستی. کوشش کن زخمت جمع نگاه کنی که باز نشه. خانم کاکا چی شده؟ قرار بود کاکایم برام پول بده. دیگه به تو پول نمیتیم. کلان آدم شدی. برات گفتیم که در شرکت کار کرده پول به دست بیار. یه حالت تا ببین. دستایت میلرزه. توبه. زهرا تو اینجا چی میکنی؟ غذاها آماده است. دست کول خدا گرفته امیال پیش مادرت میرم. درست است جانم؟ وقفه چاشت است. بیا که بریم با هم غذا بخوریم. زنده باشین، ما گشنه نشدیم. نه خیر باشه کمی گشنه کار کردن نمیتونی. نه خیر نمیخورم، بیا زوم زیاد کار دارم. بعد از نان آهسته آهسته کار کو، چی عجله داری؟ نمیخورم، تشکر میکنم. اگه بخوایی یا نخوایی باید با گپای ما خوب گوش کنی خانم. نفهمیدم تو میخوای چی بگویی؟ وقتی پوله گرفتی یک قسم ناز نکده بودی، قرضای قاچاق برا پرداختی. حالا باید قرض مرا بپردازی. هوش کنی اگه بار دیگه با من نزدیک شوی. دف زن بد اخلاق و بیشرم، وقتی به تو گپای توجه نکردم فکر کردی با این کارایت مرا فریب دادم میتونی؟ زن بد اخلاق، من از خود زن اولاد دارم، خانواده دارم، دور باش از من، پشت ما الاکو. زن بد اخلاق، بیشرم، بی‌حیا. ملکه چی شده جانم؟ تو خوب هستی؟ او سرکارگر احمق خواست که مرا به دام خود بندازه. وقت گپش رد کردم قسم امرم رفتار کرد که فقط من به او پیشنهاد کرده باشم. زینب ملکه من به خاطر گپ زدن پیش تو میومدم. کسی کوشش میکنه تو را در این شهر بدنام بسازه. چی؟ چطور یعنی؟ کجا هستی احمق؟ صحتش خوب نیست. چه قسم ادامه بدیم؟
ادامه میدیم. باید تحمل کنم. ما باید ای درد تحمل کنم. قصه کنه. خانوادهت کجاست؟ خیلی وقت سپری شدم. خبری ازشان ندارم. ما یک آدم بسیار بد بودم. راهزنی میکردم. در یک گروه راهزنا شامل شدم. بنا حق خون بیگناه های زیادی را ریختاندم. قاتل شدم. زندانی شد. زندگیم تباه شد. بچه خدا هیچ وقت ندیدم. وقتی خانه را ترک کردم دخترم 6 ساله بود. 25 سال شد. تمام زندگیم با دزدی و راهزنی سپری شد. آخر راه رسیدم. دیگر توان ندارم. حال دیگه میخوایم که از اولادای خود معذرت بخوایم. اما نمیفهم که پدر گناهکار خدا میبخشن یا نه. تو پشیمان شدی. توبه کردی. اونا حتما تو را خواهد بخشیدن. تو بسیار یک آدم خوب هستی. امیدوار هستم قسمی که گفتی شوه. چی شده؟ در نزدیک مرز ساکت دیده شده. از اینجا پیش رفتن نمیتونه. او زن بد اخلاق به نام ملکه. آها، تقریبا 1 ساعت پیش با وجوده که میفهمید من زن و اولاد دارم به من پیشنهاد داد. برم گفت که اگه گپ ما رد کنی قیامت برپا میسازم. او اول از ما پول خواست. دلم سوخت. برش کمک کردم. گفتم از قاچاق بر قرضدار از گناه داره. بعد از او آمد پشت مرا گرفت. اما همی کارش کم بوده. آزاده به دست آوردن نتانست. پشت دوران خانه گرفت. بعد از او هر جایی شد و پیش ما آمد. متوجه خود و بچه های جوانتان باشین. او یک زن بسیار بد اخلاق و بی حیا است. شما هنوز درست او را نشناختی. زهرا، من میرم آشپزخانه را جمع کرده ظرفای غذا را آماده میکنم که هدیه خانم با سرم قهر نشه. یک دانیم تا وقتی که من آشپزخانه را آماده کنم تو توفی خود آماده ساخته بیار. درست است؟ برو دیگه دخترم. وای پول. تو اینجا چی میکنی؟ بله، راست میگه. متوجه خود و بچهای خود باشین. او زن و متوجه رای خودم باشین. نباید در بین ما زندگی کنه. اولادای ما را مثل خود بد اخلاق بسازه. حال او زن بد اخلاق نباید در جمع ما باشه. هرچه عاجل باید او را از این منطقه بیرون کنیم. او زن بد اخلاق ملکه نام نباید در بین ما زندگی کده. اولادای ما را به مثل خود بد اخلاق بسازه. باید هر چیزو تنها از شهر بیرون بسازه.
حالا بریم عجله کنه. بالاخره استاد بیعقل جزای خود دید. چطور میتونن من از این شهر بیرون کنن؟ من به کی ضرر رساندیم؟ من پاک دامن هستم. در ضمن من نامزد آزاد کرمان هستم. همه از گپ خبر هستن. ملکه بعد از این آزاد دیگه از تو محافظت کردن نمیتونه. او اینجا نیست. ما مثل تو جگر خون هستم. شب و روز دعا میکنم به خاطر آمدنش، به خاطر زنده بودنش. اما با گذشت هر روز امید خود از دست میتم. یعنی اگر زنده می بود از یک طریق با تو ارتباط میگرفت. زینب لطفا کمی دیگم تحمل کو شیر بچه. تکان بخو. تحمل کو. تحمل کو. آزاد غیرت کو بچه. زود باش. نمیتونم. تو مرا تنها مانده برو. بخز بچه. کمی نگام از غیرتت استفاده کن. بخز بچه. او زن بد اخلاق از این قریه باید بره. باید او زن بد اخلاق بره. او زن بد اخلاق از این قریه باید بره. جای نداره اینجا. او زن بد اخلاق از این قریه باید بره. بته دست نزن. اونا را برم بته. پولای مادر مسئله ایلاکو. پس چو؟ میخوای همه را خبر بسازی؟ آخ! معذرت میخوایم ملکه جان. من نمیخواستم تو را خفه بسازم. آزاد زنده است. او بر میگرده. مرا تنها اعلان نمیکنه. ای را میفهمم. ای روزای بدام سپری میشه. ما هر سه بسیار یک خانواده خوشبخت میشیم. ملکه من میانه با پلیس تک میزنم. من خب برد گفته بودم نی؟ آه بچه. تو چی کردی؟ ها؟ تو چی کردی احمق؟ بمر. بمر. شما از من چی میخواین؟ شما چه قسم انسان هستین؟
ما تمام عمر با عزت زندگی کردیم. شما هیچ نمیشرمین که بالای ما تهمت میبندین. گم شوین. بس کنین دیگه. چه میشه گناه یک خانم و معصومه به گردن نگیرید. بله باز چی شده آرون؟ چی میگی احمق؟ بس نیست ها؟ بیگی یک دانه دگان بخو. بمار درست است. آل پلیس ها میرسن، تشویش نکن. کجا سوزن؟ زینب کجا سوزن بد اخلاق؟ هر کی عاجل تر از اینجا باید بره. کجا خدا پت کردی؟ صبر کنین قسم میخوریم که ملکه بیگناست. یادم بالای او تهمت میکنه. شما نمیفهمید که تهمت کردن بالای یک زن پاک دامن چقدر گناهی بزرگ است. بچه ها سر راه ما گم شو. بیرون شو احمق. زینب گفتم از اینجا بیرون شو. ما کار نکردیم لطفا. بیرون شو احمق. بیا بیا گفتم بیا. شما چی میکنید؟ حرکت کو. بریم بیا گم شو. بریم حرکت کو. داخل لاری را سعی کنن، هر کسی که باشه دستگیرش کنه. حرکت کو بد اخلاق. گفتم حرکت کو. را برو بخیر. یا تو مداخله نکنه گناه داره. بعد از شما عزیزان چی میخوایی؟ تو احمقان با یه ارتباط داری ها؟ حتما با این زن بد اخلاق ارتباط داری. مداخله نکن. این زن پست، این زن بد اخلاق ده اینجا نیبد که ده هیچ گوشه دنیا حق زندگی نداره. بخیز زنک احمق. سری خانم بد اخلاق رحم نکنه. بله درسش میتیم تا به همه عبرت شود. جزایش باید بده مردم. تو باید از این قریه گم شوی. هرچی عاجل باید از این قریه گم شوی بری. دیگه در اینجا یک قدم هم نمیمونی. فهمیدی گپ من؟ علی بس از دیگه نزد. بس نه زهرا، تو باید دیگه آملت بخوری تا از بین بری. بمار. علی بس از دیگه نزد.
تو را در قریه دیگه نمیخوایم. چرا گپا نمیخوابی؟ تو کی هستی؟ دستایتا بلند کو! بلند کو! تسلیم شو. شما هیچ رحم و وجدان ندارین که کارا میکنین؟ یک زن بیگناست. شما نمیشرمین که سری خانم دست بلند میکنین؟ خداوند متعال در قرآن کریم میگه که به خاطر این قسم اتهام بستن بالا یک انسان با 4 شاهد ضرورت است. ها؟ شما 4 شاهد دارین؟ از شما میپرسم، شما 4 شاهد دارین که زن در حالت گناه دیده باشد؟ جواب بده. 4 شاهد دارین؟ 4 شاهد کنار بانین، یک شاهدم دارین؟ شما هیچ نمیفهمین که تهمت بستن سر یک زن پاک دامن گناهی بزرگ است. فقط کسی که تهمت میبنده نه، بلکه هر کسی که میشنوه و خاموش میباشه به تفاوت است بازم این گناه را انجام میده. کسی که گپ به شما گفته کدام ثبوت داره نداره، شما چطور به گپش باور کردین؟ شما سر یک مادر پاک دامن تهمت کرده گناهی بزرگ میکنین. در قلبتان هیچ ترس خداوند از روز قیامت وجود نداره. از این کارتان باید بشرمین. دوستا به گپای زن گوش نکنین. به خاطر نجات دادن دوست خود دروغ میگه. ای شیطان، ای زن بد اخلاق به خاطر ارتباط گرفتن با ما عذر کرد. دوستا شاهد میخواین؟ تمام کسایی که پیشم کار میکنن شاهد هستن. کلشان دیدن که چه قسم عذر میکرد و چی انجام میداد. 4 نفر نه بلکه 10 شاهد دارم. این شیطان از قریه بیرون کنین. دوستا بیرون شو، از این قریه گم شو. تو را اینجا نمیخوایم. زود شو برای بخیز زمین، بخیز گم شو. گفتو تو را زن احمق، زن بد اخلاق، بخیز گم شو. فاطمه کجا میری؟ به دیدن زهرا میرم خانم. خب من چند دقیقه پیش دیدمش، استراحت بود. نه خیر، او استراحت نمیکنه. بسیار میخواست که توفه مادرش برش برسانم. از صبح تا حال زیاد اصرار کرد که پیشش برم. خدای ناخواسته بیهوش نشده باشه خانم عدیه. سر تخت افتیده بود یعنی استراحت بود. دختر حامله است. چرا یقه متعجب شدی؟ به استراحت ضرورت داره. اجازه بده استراحت کنه. خب درست است خانم عدیه. توفه مادرش فردا برش میبرم. نیست، اینجا کسی نیست. خوب شد که نجات یافتیم. تحمل کو شیر بچه، تحمل کو. تحمل کردن نمیتونم. مرا بانین و شما برین. نمیفهم تو چرا میخوای از بین بری بچیم؟ میگی خانواده منتظر است. میگی مرا اینجا الا کده برو. به قریه کمی را مانده.
امی که اونجا رسیدیم نجات میافی. تحمل کن، صبر داشته باش. آفرین آفرین. لطفا آرام باشه. نزدیک نشه. بازم نزدیک نشه. برین گم شوید. این زنه رو حک کنید. دور شوید، نزدیک نشه. میتونم راحت بگیم لطفا. این زنه بیگناهانه در چه حالت رسانده؟ هیچ کدام گناهی نداره، این کارو نکنید. نزدیک نشین. گفتم دور شو. نزدیک نشو. نزدیک نشو. چی شده؟ میخوای مرا از بین ببری؟ نزدیک نشم ها؟ ببینم چه قسم شلیک میکنی. زود شو. شلیکو شلیکو احمق. شلیکو منتظر چی هستی؟ شلیکو نزدیک نشو گفتم. منتظر چی هستی؟ زینب این کارو نکن. زینب نکن. زینب این کارو نکن. زینب. آزاد ما کی فکر میکرد که در این سن جوانی زیر خاک میری بچه یک دانیم. تو قصر کرمانیا را با مرگ خود آتش زدی و در غم شاندی. نوجین مادر، البته که آزاد برتان خاص بود، اما انشالله به همین زودی ها اولادای دورانه با آغوشتان میگیره. وقت در قصر صدای طفل شنیده شوه دردایتان فراموش میکنین مادر. این درد هیچ وقت فراموش نمیشه. درست است آزاد مرا از آتش سوزی نجات داد، اما قسم قلب ما آتش زد که با هیچ مرهم شفا نمیافد. این درد هیچ وقت فراموش کردن نمیتونم. علی، چند دقیقه بعد مادرت میای. کجا میخوایی بری بچی؟ کم کار دارم، بعداً میایم. زهرا بیدار شد بچیم. نمیفهمم این بچه را باز چی شده. نوجین مادر عادی نیست. به نظر مام هیچ خوب معلوم نمیشه. اینجا چی گپ است؟ خواهش میکنم کمک کنین. اینا سر دوست بیگناه من تهمت بسته میکنن. لطفاً کمک ما کنین. باور نکن این زن دروغ میگه. این یک زن بد اخلاق از سرش رحم نکنین. یک دقیقه صبر کنین. بگه پای ما گوش بدین. دوستا بیا دارا نکنین، ظلم نکنین، گناه داره. ببینین اگه با یک آدم بیگناه تهمت کنین، ایره بفهمین که بالاخره جزایش هم در این دنیا هم در اون دنیا میبینین. حالا جواب بتین. شما چرا این کار میکنین؟ حتما میگین به خاطر دین و اسلامی کار میکنین. بله. خب وقت دین و اسلام بگین پس حتما آدمای دیندار و خداشناسی هستن نه؟ بله. خب پس ما چرا هیچ کدامتان ندیدم که در مسجد آمدن نماز خوانده باشین؟ بیا دارا، مسلمانی یک قسم نیست. هر کسی که گناه میکنه جزایش در این دنیا یا در آخرت بالاخره میبینه. اما این را میفهمین که جای اشخاصی که تهمت میزنن جایشان در دوزخ است، در آتش جهنم است. برین دیگه بیا دارا. استاد این زن دروغ میگه، گپش باور نکنین. برین گفتم اینجا جمع نشین. برین هر زود. باور نکنین. کجا میرین؟ بگه پاش باور نکنین. صبر کنین. کجا میرین؟ گفتم یک دقیقه صبر کنین. بیاین کجا میرین؟ بگه پاش باور نکنین. فاطمه
دخترم بگی یا ببرشان بته. بیشتر از این کار از دست ما ساخته نیست. معذرت میخوایم. امی که در مقابل ظلم شیطان بی زبان نبودین. خداوند اجرش براتون میده. خوب شد به خیر گذشت. کجا میریم رستم؟ خانم زمرد همون استاد ملکه نیست؟ او را چی شده؟ چرا قسم را میره؟ ملکه چی شده؟ کی تو را در این حالت رسانده؟ بچه‌ای که به شرمی سوالا میکنی؟ دختر شگرفتی بس نبود که مردم قریه را به زدش ساختی؟ کدام مردم؟ کی کار کرده؟ تومت کردن بالا یک زن پاک دامن. کار مردانگی از خودت بگو دوران. ما در این کار دست ندارم. ما این قدر پس نیستم که سر یک زن پاک دامن تهمت بسته کنم. لطفاً از سر رای ما پس شو دوران خان. ما میفهمیم کی کار تو است. با این کارتان مرا شکست داده نمیتونی دوران. جواب خدا را چه قسم میدی؟ ملکه دیدی؟ برات گفته بودم اگه با گپای ما گوش داده خانم ما میشدی روزا سرت نمیمد. کسی جرات نمیکد به تو دست بزنه. حالا پیش دخترت میبودی. زهرا به مادر نمیبود. تو از دختر خود دور نمیشدی. برات یک شانس دگام میدم. بله ملکه یک شانس دگام برات میدم. اگه از عقل خود استفاده کده عرس و قصر شوی همراه دختر خود بوده میتونی. دوران برو برو. دکتر این دختر عروس حامل است. کوشش کو که به طفلش ضرر نرسه. تو خو گفتی زهرا استراحت بود. من از کجا میفهمیدم؟ وقت ما دیدم خواب بود. بعد از او علی رفته و او را لط و کوب کرده. علی با سر ای دختر بیچاره ظلم کرد. پس به می خاطر با عجله از قصر بیرون شد. برو لذت ببر. بسیار ترسیدم. فکر کردم اگه من چیز شوه یا اگه از این دنیا برم زهرا به تنهایی چی خواد کرد. بسیار ترسیدم. درست است. آل دو باره فکر نکو جانم. خلاص شد دیگه. خلاص نشد. تا وقتی که مردم مرا از هارمونی بیرون نکنن خلاص نمیشه. میبینی همگی از من نفرت دارن. ما به تنهایی چی خواد کردم زینب؟ چطور مبارزه کنم؟ توکل تا به خداوند کو. صبر کو جانم. چطور؟ در زمان پیامبر اسلام بالای بیبی عایشه خانم حضرت محمد همه قسم تهمت بسته بودن. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در مقابله تهمت از خانم خود طرفداری کردن به خاطر که میفهمیدن دروغ است. بالاخره او موضوع را به خداوند سپردن. با صبر زیاد منتظر ماندن. وقتی که حقیقت برملا شد از خداوند تشکری کردن، شکر گزاری کردن.
انشالله این تهمتی که بالای مام شده یک روز دروغ بودنش به کلگی ثابت میشه. میشه ملکه جان. صدای وجدان مردم کوشش میکنه عقل مردم به سرشان بیاره. کافیست که تو مبارزه کنی. هیچ وقت شرمنده نباش. میبخشین باید اظهارات مریضه بگیرم. میخوایم تمام موضوعات برام قصه کنی. تو را کی ده یالت رسانده؟ من از سر از این حرف دیدم. کاما بخو برد مفید است جانم. بخو. دوران درباره کدام پیشنهاد گپ میزد؟ فرصت چی؟ من نفهمیدم. قبلا به من پیشنهاد عروسی داده بود. گفتی پیشنهاد عروسی؟ اما دوران خود متأهل است. قبل از عروسی کردن با لیلا. اما میفهمی تا آخرین لحظه روز عروسی منتظر جواب مثبت ما بود و حال بی‌شرمانه ازم میخواد که خانم دومش باشم. در صورتی که من تا امروز به غیر از عروسی کردن با آزاد با کس دیگه به هیچ وجه فکر نکرده. من به اندازه او را دوست دارم که میفهمم او دوباره پس میایه، دوباره پیش من میایه، مرا تنها نمیمانه. زینب لطفاً تو هم بگو که همه قسم حس میکنی. چی شده؟ چرا سر ملکه تهمت بسته کردن؟ ای حماقت کار کی بوده میتانه؟ کدام احمق تهمت بسته کرده بگو. اما میفهمم اول به کارخانه ساجد خان شامل کار شد و از او پول گرفته، قرضی که به خاطر اختطافچیا گرفته بود پرداخت. وقت شما گفتین برو از کار اخراجش کن، ما به کارخانه رفتم، اما دلاور سرکاریگر همراه ما مخالفت کرد، گفت که این خانم از کار اخراج نمیکنم. ایرا برو به خانسای بگو. بعد از او دلاور در بین کسایی دیدم که بالای استاد حمله کرده بودن. خانم از زیاد تحقیر کرده و بعداً به پیشانیش اسلحه مان. ای که چی هدف داشت نفهمیدم. خان صاحب چند ساعت پیش به خاطر همون موضوع همراه ما گفتگو کرد. او دلاور نام احمق پیشم بیار. عجله کن. دلاور خوب گوش کن، زود باش یک جای خود پنهان کن، دوران تو را میپره. خوب است، اما کاربار چی میشه ها؟ ما قسم خاموشانه رفتن نمیتونم. ما حق خودم میخوایم، باید برام بپردازی، فهمیدی؟ درست است، موضوع پول حل میسازم، کافیست که تو خود پنهان کنی. اگانی هر دوی ما تباه میشیم. چطور هستی؟ حال خوب شدی زهرا؟ خوش شانس بودی، به طفلت ضرر نرسیده. خدا را شکر. زنده باشین. دخترم چطور از این افتیدی؟ تو باید بعد از این بیشتر متوجه باشین. در بطنت یک طفل است. بعد از تسلیم گیری وسایل آزاد از شفاخانه به قبرستان رفتیم. با وجود یک پریشانی در شفاخانه پیش زهراست مادر جان. کاش که می آمد، من پیش زهرا می رفتم. اجازه بده عدیا، بودنش در شفاخانه بهتر است. اینجا خاطرات آزاد رنجش میتن. بهتر است مصروف زهرا باشه.
حق با توست. تا هنوز راننده را پیدا نکردی؟ نه خیر مادر کلان. زمین دو کف شده و او داخل رفته. تا وقت که راننده پیدا نشه و تا وقت که آزاد ما بیگناه ثابت نشه قلب ما آرام نمیگیره. هیچ راحت نمی باشم بچیم. او آدم از زود پیدا میکنی دوران. باز بعد از او را پیش ما میاری. تحمل کن شیر بچه، کم مونده. نفهمیدم چرا را آوردن؟ حال ساعتش چطور است؟ درست است، ما میاله با شفاخانه میاییم. زینب؟ بیدار شدی؟ چی شده؟ راستش ما باید میاله با شفاخانه برم. یک مریض عاجل دارم جانم. خب چرا قوار خطا شدی؟ نه که راستش برام گفتن که زهرا از بالای زینه افتیده. درست است، پس بیا که بریم. خیلی ملکه، تو رفته نمیتونی. او آدما که دیروز امرای کار کردن شاید امروز هم کنن. تو در خانه منتظر باش. مهم نیست، برام بریم. ملکه خواهش میکنم تو در خانه منتظر باش. من زهرا را میبینم و زود پس میام. زینب میفهمی که مرا قانع ساخته نمیتونی. از همین خاطر وقت ضایع نسازیم، بریم. عجله کن. بگی زهرا یک لقمه غذا خو بخو. درد میکنه، بسیار درد میکنه. تکان خورده نمیتونم. بخو دخترم. آفرین به تو شیر بچیم. نام خدا، این مشکل سپری شد. ما کجاستیم؟ در یک قریه نزدیک مرز هستیم. ملک قریه دوستم است. در گذشته همراهش کار میکردم. حتما راضی است که در این وضعیت ما را در خانه خود جای داده. از جای تکان نخو. زخمت میکروبی شده بود. دکتر آوردن زخمت پانسمان کردن. خوب میشی انشالله. ما باید برم. آی کمی نگام صبر کو بچیم. اول خوب شو، بیاز با وطن خود میریم. صبر داشته باش. درست است؟ پدر، شما هیچ خبر نشدین؟ تمام قریه سر ملکت احمد بسته کده میخواستن از قریه بیرونش کنن. یک آدم در بازار چیخ زده میرفت. گپایش درست نشنیدم. ملکه را زن بی حیا میگفت، اما بعد از او مردم او را گرفته بردن. مام همه تو شنیدم. چی یک زن بی حیا و بی شرمی بوده. توبه. باز استادی منطقام بوده. ملکه زن با عزت است. بالای او یک تهمت نقش شده. بزرگا گفتن که
تهمت بالای انسان بد نمیشه. با این گپت موافق هستم. اگه دوستش هم نداشته باشیم ایره خوب میفهمم که ملکه یک زن پاک دامنه با حیاست. در حقش ظلم شده. اما شاید بعد از این از شرش نجات بیافیم ها؟ چی نظر داری دوران؟ ای زن به حیا هنوزم اینجاست. او زن به حیا از این قریه برای هیچ نمیشرمه. تو هیچ شرم یا نداری کمه بشه. گفت شو از قریه ما تو لیاقت اینجا را نداری. بیا که بریم ملکه. تو نباید اینجا باشی، باید از اینجا بریم. بیادر بفرمایین بگیرین، بسیار زیاد تشکر میکنم. بیاین طرف یک عکس خوب بی به خاطر جوانای ما چی نقشه‌ای دارم. به خاطر جوانای ما مرکز اجتماعی بنا میکنم، ازشان حمایت میکنم. بفرمایین لطفاً بفرمایین بخونین. وای خسته نباشی، بعد از این سر کار جارو نمیکنی. بله دوستایم تمام اوراق توزیع کردیم. به خاطر علاقمندای خود تشکر میکنم. بگی کاکا بگی. بته به کاکا بته. بسیار زیاد تشکر میکنم. کوشش میکنم به شما خدمت کنم. زنده باشین. تمام ما دست به دست هم داده آرمانلی ها را به قله های بلند میبریم. آرزوهایتان برآورده میشه. من مطمئن هستم که همه قسم در روز رای دیام مرا در آغوشتان میگیرین. بیادرها میفهمم. حالا چی میکنیم؟ چای می نوشیم. چای بیار. بله چای آمد. بچه کاکا چی تمام شده؟ اینا را از روی زمین جمع کردم بعد است. بیادر جان ما به خاطر چاپ کردن اینا یک عالم پول خرج کردم. مردم احمق چی کردن؟ این درست است، اما به خاطر کامیاب شدن تو باید از یک راه دیگه پیش بریم بچه کاکا. چه قسم راه؟ نمیفهمم. میخوایی سر کو بالا شده بگویم او مردم باز نگوین که خبر نداشتیم. من راشد کارا هستم، کاندید شاروالی هستم. پدر منو با خودتون میبرین؟ چه باش دختر چه باش؟ پیدا کردم تو را در تلویزیون میبرم. تایوان؟ ها به تلویزیون میبرم. مردم کاندیدای مشهوره بسیار دوست دارن و برش رای میتن. تایوان نه بچه کاکا، تلویزیون. به تلویزیون؟ بله در تلویزیون هارمونی گپ بزن. از این طریق میتونی قلب تمام مردم قریه از خود بسازی. امکان داره؟ چرا نداره؟ تو از کاندیدای دیگه چی کم داری؟ قسم میخورم که رکاردای رده بندیره مشکنانی. بله باش ما مویای خود جور کنم. بیا بریم که چای بنوشیم. تو میخری اما تو نیست؟ برا گفتم. عروس کوچک چطور است؟ خوب است؟ بیچاره تازه مادر میگفت و همش ناله میکرد. عمرش هم دراز است مادر جان. تو اینجا چی میکنی؟ وقت مردم درباره بد اخلاقی تو گپ میزنن تو با کدام روی اینجا آمدی؟ پیش راهت خوبی خان صاحب. چی شد؟ او احمقه پیدا کردی؟ نه خیر خان صاحب، فقط که زیر زمین رفته باشه. خانش رفتم، خانمشم نمیفهمه که کجا رفته. نه کارخانم نیست. مرا به کارخانه او ببر. حیف خانواده ما که مثل تو واری یک زن عروسش شده. تو آبروی خانواده را بردی. حالا دیگه گم شو برو. بار دیگه طرف خانه و قریه ما نزدیک نشی. کلتان خوب میفهمین که من قسم یک زن نیستم. ای بازی جدید دوران خانه دوست داشتنی تان است. اما من ای بازی ها شکست نمیخورم. چه باش؟ نام بچه ما به زبان خود نیار. شما و بچه تان برام مهم نیستین. من فقط به دیدن دخترم آمدیم. دیدن نمیتونی. نمیفهمی می هنوز چرا اینجا استاد است. از اینجا بیرونش کنین. صبر کنین، این حق ندارین. یک مادر از دخترش جدا ساخته نمیتونین. ها با تو چی غرض دکتر خانم؟ از سر رایم پس شوین. من دیوانه میشم. حالا چی خواد کردم؟ ملکه جان تو خانه برو. باور که بودن در اینجا هیچ فایده نداره.
برات وعده میدم که به یک شکل تو را با زهرا روبرو میسازم. درست است؟ زینب چرا نمیفهمی؟ زهرا در اینجا تنها است. با او آدم ها چی کنه؟ من باید در کنار او باشم. من در کنار زهرا میباشم، تو هیچ نترس. به خانه خبر بتیم. به نظر من خبر ندیم. از ای که نزدیکترین کست به تو خیانت کده اجازه بده که کلگی فکر کنن تو مردی. حداقل ملکه باید بفهمم که زنده هستم. بیبی نمیفهمم که این ملکه کی است و چیت میشه، اما او نباید از زنده بودن تو خبر شوه. بیازو تا چند روز دیگه همگی خبر خود شدن. شفا باشه. وضعیت مریض چطور است؟ خدا را شکر خوب است. راشد خان کسی است که دروازه خدا برای ما باز کرد. پس تو است. زنده باشین. در بدترین وضعیت دروازه تان برای ما باز کرد. نه است. اگه به خاطر شهموز خان نمی بود ما دروازه خدا برای هر کس باز نمی کردم. به کلگی معلوم است ای مثل اولاد خود را دوست داره. خداوند ازتان راضی باشه. سابیا عجله کنین با میمانا غذا آماده کنین. زود باشین، عجله کنین. زهرا جان، جانت زیاد درد میکنه جانم. ما چند دقیقه پیش وقت استراحت بودم فکر کردم مادرم اینجا آمده، اما مطمئن نیستم که خواب بود یا حقیقت. حقیقت بود. مادرت اینجا آمده بود. میفهمی زیاد با تشویشت بود. پس حال کجاست؟ خواست که تو رو ببینه اما کرمانیا اجازه ندادن. اما حالا تشویش نکو، ما برای زنگ میزنم بازم راش گپ بزن. زینب، زهرا چطور است؟ مادر؟ زهرا چطور هستی یک دانیم؟ ما پشتتان زیاد دق شدیم مادر. ما هم بسیار پشت دق شدیم جانم. زهرا بیبی حقیقت برام بگو، تو از اینه نفتیدی اونا به تو ضرر رساندن نه؟ مادر شما تشویش نکنید، کسی به من ضرر نرسانده. من خودم از اینه نفتیدم. میفهمی شهموز به غیر پول مال دارایی دیگه چیز خدا در جنگا از دست ندادیم. تمام کار بار خودم پیش میبرم و از زندگی خود کاملا راضی هستم بیادر جان، بسیار راضی. خب حال دیگه پیر شدی راشد خان، اجازه بده که جوانا کار کنن. وقت ما و تو در دنیا کم از کار بس است، درست نمیگم؟ تو چی میگی شهموز؟ سرم کلمه بخواندی ده خبر ماندیم سرم خاکم انداختی. شیر بچه تو زیاد گپایی را قبول نکو، اگر احترام قبل از وقت تقاوت خواد داد. جانت جور باشه. غذا را آوردی؟ ای چی هست؟ شما ایره غذا میگین؟ 3 نفر آشپزخانه است، آخر میره آماده کردین؟ همه قسم من پیش مهمانایم شرمنده میسازین. برو گفتم برو. یادم همه قسم است آزاد، کمی اعصاب خراب است. سبیه خانم دومی راشد خان است. چند وقت پیش زن سومیرم گرفت. چرا صدای امو آدم پیش مردم بلند میکنه؟ توبه، وقتی بخوای صدای خدا بلند کنه نیازی به دلیل نداره. ناق سر غذا گپ زد، گفت مرا پیش میمونا شرماندین. کیا هستن؟ او مهمانا نگفتن که از کجا آمدن؟ شهموز بیادر است. او مریضم یکی از دوستایش از منطقه غرفا است. یعنی از غرفا؟
ایره بیبی چقدر لکس است. این طرف میبینم اونجا نشانم میده. این خارجی ها و خدا چی چیزای اختراع کردن. وای خدایا. سلام چطور هستین محترم؟ میخوایم شخصیت و بزرگواری شاروال آینده ما را یعنی راشد قراره که از حمایت کامل مردم برخوردار است براتان معرفی کنم آقای محترم. من خودم شخصیتان ضمانت میکنم که 100% تمام آرای انتخاب پیش رو را از آن خود خواهد کرد. کاملا مطمئن باشید. کدام تا نمی؟ در ضمن گفته نباید گذاشت که در این زمان ایشان خسران بزرگ کرمانیام هستند قربان. پس درست است. 20 دقیقه وقت داریم. بسیار زیاد تشکر میکنم. از شکل مویایتان بسیار خوشم آمد. آقا راشد شروع کنیم. بچه اما او را بیبی طرف سیل میکنی اونجا معلوم میشه چی چیزی از بخدا. دوباره به کارت ادامه بده اما بعد از مکیاج بیا. مکیاج چی احمق؟ کمی آرایش میکنی. برو گم شو. مرد آرایش نمیکنن گپای ناق نزن. اوف بچه مامایش نمیفهمم که امرای تو چی کنم. عجله کو دیوانه ایم ساختیم. برو گم شو.